رفتم بی بی عقبه گذشتم بی بی او کج محسی شوم به پای نومی بی بی آه بی بمگود زن نگره دادر جون آه زن دردی سرد میشد و هم کاهش جون بیرون نبرا تر میشوی دبارون آه دا آبی دو دیدت مرم جورای جون در آبی دو دیدت مرم جورای جون مهتاب شبی در آفرای بری آب کاش که به منی سوخته کنی دست راب کاش که به منی سوخته کنی دست راب یوری دریغه امک جان السلام علیکم. علیکم السلام بچم. بل مرحمت. بل بچم بل. این بوله کرپسی میگذاریم. بل مرحمت کنی. امک جان از روی معلومات های به ما دسترس گشته معلوم شد که شما 3 مراتبه عائله دار شدید و سبب وفات این 3 نفر عائله شما در چی بود؟ فقط از شما احترامانه خواهش می نمایم راستش رو میگویید. اگر بچم در حقیقت درست گفتید که ما با همین امر تقدیر 3 مراتبه عائله دار شدیم بچم. همین 3 مراتبه عائله دار شدیم بچم. هر 3 عائله من بندگی کردم. حالا یکم عائلم بسیار زنک خوب بود، نسبت من احترام و حرمت زیاد داشت. همه که من خودم همین مکران پلو نقد میبینم بچم، حساب همین مکران پلو بیچاره جلوت که درد شد، گرد درد شد، تلخ درد شد، بیچاره بندگی کرد. انا این دوی منگی عائله من بسیار زنک خوب بود، بسیار زنک دهقان زنک بود. این بیچاره هم حساب همین مکران پلو این هم جلوت که درد شده، گرد درد شده، 15 روز در گینکولوگ خوره به 100 بلا گرفتار شده. اینم از کثافتی همون مکران پلو این بیچاره هم بندگی کرد. انا این 3 منگی عائلم باشد، اینم بسیار زنک خوب بود، بسیار عورت به معنی بود. این بیچاره من مکران پلو نمیخورم گفت، همه یه مشت دم سرش خورد و حساب همه مشت این هم مرد.